رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مردی از امتهای پیش از شما بود که نسبت به خود گمان بد داشت. می ترسید که خدا او را سخت عذاب کند. وقتی مرگش فرا رسید به خانواده اش گفت: وقتی من مردم برایم هیزم زیاد جمع کنید و مرا بسوزانید. وقتی سوختم و خاکستر شدم مرا نرم بسازید و در باد پراگنده کنید. قسم به الله جل جلاله، اگر خدا بر من قدرت پیدا کند و مرا دوباره زنده کند، مرا چنان عذاب خواهد کرد که هیچ کس را چنین عذاب نکرده است. پس آنان همان طور که گفته بود انجام دادند. سپس خداوند متعال او را دوباره زنده کرد و فرمود: ما حملک علی ما صنعته؟ چه چیزی تو را به این کار واداشت؟ او گفت: خشیتک یا رب، ترس از تو ای پروردگارم. فغفر الله له، الله تبارک و تعالی او را معاف فرمود. عزیزان و برادران محترم، شخصی را که من برای شما بیان کردم در زمانه قدیم بود که بسیار از الله تبارک و تعالی می ترسید. هنگامی که موت و مرگ او فرا رسید به اولادش نصیحت کرد، وصیت کرد: هنگامی که من مردم مرا بسوزانید و مرا خاکستر کنید و بعد از خاکستر مرا در هوا باد کنید. الله تبارک و تعالی او را دوباره جمع کرد و از او پرسید: چه چیزی تو را باعث ساخت که این کار را کردی؟ او گفت: از ترس تو، از تو بسیار می ترسیدم، از همین خاطر من این وصیت را کردم. الله تبارک و تعالی چی فرمود می دانید؟ الله تبارک و تعالی فرمود که اگر از من می ترسیدی پس من تو را بخشیدم، من تو را معاف کردم. عزیزان محترم، در دنیا هر کسی که از الله تبارک و تعالی بترسد، الله تبارک و تعالی او را مغفرت می کند. اگر از پیش هر کسی که گناه سر زند بعد از گناه توبه کند، الله تبارک و تعالی او را مغفرت می کند و بر او ستر می اندازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری می فرماید: من ستر مسلما ستر الله یوم القیامه. کسی که سر مسلمان و برادر خود ستر کند، یعنی پرده بیاندازد، الله تبارک و تعالی بر او پرده می اندازد. در روزی که همه مردم را الله تبارک و تعالی جمع کرده است، در آن روزی که هیچ گناهی باقی نمی ماند، بلکه الله تبارک و تعالی او را می گوید که تو بر بنده ام در دنیا پرده انداختی، حالا من بر تو می اندازم. الله تبارک و تعالی همه ما را مغفرت کند.